عجیب و غریب ترین سنت های دنیا که از وجودشون خبر ندارین. رسم هاکا در نیوزیلند. هاکا یه نوع نمایش دست جمعیه که شامل درآوردن صداهای خاص، حرکات نمایشی صورت، سرودهای دست جمعی با صدای بلند، پایکوبی، فریاد زدن و زوزه کشیدن، تکون دادن زبان و کوبیدن دست به سینه میشه. جالبه که بدونین این نوع نمایش دست جمعی برای رجزخونی در زمان جنگ و یا ترسوندن تیم رقیب انجام میشه. نوشیدنی خوشامدگویی در جمهوری جزایر فیجی. احتمالاً شما هم تجربه خوردن یه نوشیدنی خوشامدگویی رو در کافه ها و رستوران ها داشتین. اما یه نوع نوشیدنی به نام کاوا وجود داره که فقط در جزایر اقیانوس آرام سرو میشه که با همه نوشیدنی های خوشامدگویی متفاوته. در جمهوری جزایر فیجی برای مهمونا یه نوع نوشیدنی درست میشه که از شیره ریشه یه نوع گیاهه که در کاسه های چوبی سرو میشه. مردم جزایر فیجی این نوشیدنی رو با آداب و رسوم خاصی میل میکنن. علاوه بر این، طعم و مزه کاوا بسیار خاص و منحصر به فرده و زبون رو میسوزونه و اون رو بی‌حس میکنه. جالبه که بدونین کاوا در خیلی از کشورها مواد مخدر تلقی میشه. رسم آنتزار اگونا در اسپانیا. این رسم بسیار معروف در اسپانیا به معنای رسم روز قاز هاست. در این روز یک قاز به گریس آغشته میشه و بعد در روی یک طناب در یک ارتفاع مشخص از آب وصل میشه. مسابقه از اینجا شروع میشه و باید مردهای جوان با قایق در زیر قاز نام برده قرار بگیرن و بعد تمام تلاششون رو بکنن تا با پریدن دستشون به این قاز بیچاره برسه و سرشو ببرن. این مسابقه در واقع تست قدرت، استقامت و چابکیه و مردا تمام تلاششون رو در این مسابقه به کار میگیرن تا برای ازدواج با دختر محبوبشون شایسته به نظر بیان. با تمام عجیب و غریب بودن این رسم، خوشبختانه مثل گذشته ها در این مسابقه از قاز زنده استفاده نمیشه. علاوه بر این، سنت روز قازها فقط در شهر لکیتیو به عنوان بخشی از فستیوال سن آنتولین در شمال اسپانیا برگزار میشه. بستن پاها در چین. در مدت حدوداً 1000 سال چینی‌ها معتقد بودند که پای کوچیک نشونه زیبایی و جذابیت دخترها به حساب میاد. به همین دلیل دخترای جوان رو مجبور می‌کردن که پاهاشون رو در یک پروسه دردناک ببندن تا پاهاشون کوچیک باقی بمونه. تا اینکه در اواخر دهه 1940 میلادی این سنت عجیب و غریب برای همیشه به خاطر آسیب‌هایی که دختران چینی متحمل شده بودند متوقف شد. مراسم تدفین در برزیل و ونزوئلا. وقتی یه نفر از طایفه تانومانی‌ها میمیره، بدنش رو میسوزونن. بعد از اون هم خاکستر و استخوانش رو در یک سوپ بارهنگ ترکیب میکنن و شرکت کنندگان در مراسم تدفین اون سوپ رو میل میکنن. چه رسمی هم هست. به به. مردم این طایفه معتقدن که این کار باعث آرامش روح مرحوم میشه. بله، دستشون درد نکنه. رسم کرامپوسلاف در اتریش، شهر باواریا در آلمان و سوئیس. کرامپوس ها یه سری موجودات شیطانی هستند که با زنگوله در خیابون‌های منطقه آلپ میچرخن و با صداهای مخوف و چهره‌های ترسناکشون کودک‌ها و بزرگسالا رو میترسونن. در واقع این کرامپوس ها یه سری مرد جوونن که لباس‌های شیطانی و ترسناک میپوشن. این سنت عجیب و غریب که از اون با نام کرامپوسلاف یاد میشه در 2 هفته اول ماه دسامبر و معمولاً در روز 5 دسامبر برگزار میشه. این هیوله ها برگرفته از موجودات خیالی نظیر بختک هستند و با ظاهری بسیار ترسناک ساخته میشن تا این موجودات مخوف رو تداعی کنن. امروزه این موجودات با ماسک های قرمز رنگ چوبی، پوست گوسفند مشکی رنگ و شاخ درست میشن. جالبه که بدونین این ماسک ها به خودی خود نقش بسیار مهمی در رسم کرامپوسلاف اجرا میکنن و حتی تعداد زیادی از مردم با هم رقابت میکنن تا جایزه بهترین لباس کرامپوس و ترسناکترین نقاب کرامپوس رو دریافت کنن
کلمه کرامپوس در اصل از کرامپن، یک کلمه قدیمی آلمانی گرفته شده که به معنای ناخن تیزه. خیلی از مردم معتقدند که کرامپوسلاف یک فستیوال تاریخیه که قدمتش به دوران پیش از مسیحیت برمیگرده و تأثیر گرفته از آیین کفارهایی میشه که در منطقه کوهستانی آلپ زندگی میکردن و هنوز که هنوزه تأثیراتشون باقی مونده. سوزاندن ساحره‌ها در جمهوری چک. در خیلی از کشورهای جهان پایان زمستون و شروع بهار جشن گرفته میشه، اما در جمهوری چک این جشن با یه راه و روش کاملا متفاوت و با سوزوندن یه ساحره جشن گرفته میشه. در شب آخر ماه اپریل تعداد زیادی از مردم چک دور هم گرد یه آتیش جمع میشن تا سنت سالانه پالنی کارودجنیک رو جشن بگیرن. در واقع مردم جمهوری چک برای این که کشورشون رو از شر ساحره ها دور کنن یه سری دسته جارو که به عقیدهشون ساحره ها روی اونها میشینن و همچنین یک سری مترسک شبیه به ساحره رو میسوزونن. این سنت تا حدی شبیه به مراسم سوزوندن گای فاکس در شب آتش انگلیس به نظر میرسه. جالبه که بدونین گای فاکس یه شخصیت منفور در انگلیسه که به عنوان عامل توطئه‌ای به نام توطئه باروت انگلستان شناخته میشه. به همین دلیله که در این مراسم انگلیسی نقاب‌های شبیه به این شخصیت سوزونده میشه و آتش‌بازی در سراسر انگلستان به پا میشه. مراسم سوزوندن ماهی ساردین در جزیره تنریف اسپانیا. این سنت عجیب و غریب در اسپانیا برگزار میشه و در طول اون ماهی ساردین توسط یک فرد با لباس مشکی به آتش کشیده میشه. ماهی ساردین در این رسم سمبل گذشته است و سوزوندن اون منجر به ساختن جامعه از نو میشه. برای برگزاری این سنت عجیب و غریب یه تندیس از ماهی ساردین درست میشه و طی یه پروسه خاص سوزونده میشه. این مراسم در پایان بعضی از فستیوال‌ها و روزهای مهم تقویم مسیحی در اسپانیا برگزار میشه و بین اهالی اسپانیا بسیار رسم شناخته شده‌ایه. رسم افتادن دندان در یونان. در یه سری از فرهنگ‌ها دندون افتاده کودک رو زیر بالشش میذارن تا کودکان به خیالشون در قبال دندونشون از یه پری و یا یه فرشته پول نقد جایزه بگیرن، در صورتی که یه سری دیگه هم دندونهای کودکانشون رو روی پشت بوم میندازن تا خوششانسی براشون بیاره که در نوع خودش یه سنت عجیب و غریب به نظر میرسه. آداب و رسوم و سنت‌هایی که از اونها صحبت شد در لیست عجیب و غریب ترین سنت‌های دنیا جای گرفتن. این سنت‌ها شاید به نظر شما خیلی عجیب و غریب باشن، اما اهالی یه سری از کشورها به برگزاری و اجرای اونها بی نهایت اعتقاد داشتن و یا حتی هنوز هم دارن. پس این بار که به یه شهر یا کشور جدید سفر کردین و یه سنت عجیب و غریب رو دیدین، سریعاً به این نتیجه نرسین که مردم اون کشور یا شهر دیوونن، مجنونن یا حتی کندذهنن. به این فکر کنین که شاید اونها دلیل خوبی برای اجرای این سنت بظاهر عجیب و غریب دارن. بهتره که سعی کنین یک داستان ورای هر سنتی پیدا کنین و مطمئن بشین که در پس هر کدوم از این آداب و رسوم یک دنیا تاریخ و فرهنگ جالب و جذاب نهفته است.